دزدی هم که بلدی. چی؟ شما هم خیالتون خودتون تنها دزدی بلدین؟ ما اولش کشمش میدزدیدم، کشمش. بعد گردو دزدیدم، حالا رسیدم به خیار. نن آقا میگه شتر دزد اولش تخم مرغ دزده، بعد میشه شتر دزد. اما ما تخم مرغ ندزدیدم، اگه مرغامون خودشون تخم میکنن، ما فعلا تخم مرغ زیاد لازم نداریم. اینه که نرفتم تو کار تخم مرغ. فعلا دارم رو سفی کار میکنم تا بعد ببینم خدا چی میخواد. نن آقا میگه بعد خیار نوبت میرسه به کدو تنبل، بعد میرسه به خربوزه، بعد 2 تا خیار، بعد 2 تا کدو تنبل، بعد 2 تا کمبوزه. از اون کمبوزه شیرینا با، اما نه که کمبوزه و خیار دوست ندارم، میخوام برم بدارم تو کار دستم بود. خیلی خوب دیگه، یه دفعه درجات دزدی رو برامون شرح دید دیگه، یادمون نده. بله خودتون که واردین، کارتون از شتر دزدی هم گذشته. ببینم شما خر دزدی بلدین؟ اگه بلدین برین خر آمیرزا رو بدزدین، خر آمیرزا رو. آمیرزا با خرش